سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. امروز چندم کلاساتون؟ روز اول کلاسمون هستیم. این بچه‌ها چرا بیرون کلاسن؟ به خاطر یک ازدحام جمعیت کلاس اینا تو کلاس جا نشدن، به خاطر همین بیرون واسطادن. دخترم اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسمتون چیه شما؟ شما که اسمتو نمیگی چجوری اومدی مدرسه؟ خب اگه من اسممو بگم مادر ما ببینه ما رو دعوا میکنه. میشه خواهش کنم اینا بیان تو کلاس خانم؟ بشینن سر کلاس؟ بفهم. خیلی خوب. همه بشینن فقط شما بایست. شما بشینین. شما فقط بایست. شما هم بشین دخترم. بشین. خب اسمتون چیه شما؟ اگر اومدی اسمتو مدرسه بنویسی چرا اسمتو نمیگی؟ خب شما اینا میرین تو تلویزیون پخش میکنی. حالا اگه اسمت تلویزیون پخشه چی میشه؟ خب گناه میشه. چرا گناه میشه؟ چون که تمام مردم ما رو میبینه. اگر اسمتو بگی مردم تو رو میبینن؟ اسمشو بگی. سمیرا. اسمت سمیرا؟ آره. خیلی خوب. سمیرای چی؟ سمیرای ازبک. فامیلیت ازبکه یا قومت ازبکه؟ برای چی اومدی حالا؟ برای درس خوندن. خب چه درسی دوست داری یاد بگیری؟ نوشتن، خوندن. برای چی؟ برای چی میخوای یاد بگیری؟ شما دخترا، شما دوتا بلندشین ببینم. شما اسمتون چیه؟ شما اسمتون چیه؟ مگه نیومدین اسمتون رو بنویسین؟ خیلی خوب برید بشینید وسط شاگردا. خیلی خوب.